با واقعیت زلال هاشمی هنرمند جوان افغان در کابل کشته شده است. افشای حقایق و رازهای پشت پرده درباره زندگی جنجالی زلال هاشمی. همسر زلال هاشمی کی است و به چه دلیل زلال هاشمی در کابل ربوده شد؟ گفتنی های تازه شوهر زلال هاشمی که هرگز باور نخواهید کرد. اکنون وضعیت صحی زلال هاشمی چگونه گزارش داده شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوستای تازه کانال دنیا اینفو باشید پس برای باید هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زلال هاشمی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زلال هاشمی دختر خانم جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح است که وی بعد از اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع به یک بارگی شهرت خاصی دریافت کرد. زلال هاشمی توانست مقام دوم را در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع از آن خود کند، هرچند وی حمایت گسترده از طرف داوران این برنامه میشد. اما زلال هاشمی به یک بارگی ستاره افغان را ترک کرد و دیگر به کارهای موسیقیش نپرداخت. این همه در حالی است که زلال هاشمی دختر خانم جوان و محبوب مدت طولانی است که دیگر به کارهای هنر موسیقیش نمیپردازد و یگانه دلیل دوری زلال هاشمی از هنر موسیقی همسرش بوده است و ازدواج کرده است و صاحب فرزندی است. تازه تصاویر این دختر خانم در صفحات مجازی از طرف شوهرش نشر می شود که زلال هاشمی در کابل کشته شده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که این خبر تا چه دقیقت داشته است، ولی ما آرزو داریم زلال هاشمی دوباره با صحت کامل به خانواده‌اش بپیوندد. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زلال هاشمی به اشتراک بگذارید. اگر دوستای تازه کانال دنیا اینفو باشید پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.